بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. درس دوم اسم الرب. دوستان عزیز، در قرآن عظیم شان نام یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی رب هست. الحمد لله رب العالمین. الله رب العالمین هست. خب، کلمه رب اول در لغت چه قسم استعمال میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رب در لغت اول در زبان عربی رب به معنای چی است؟ به معنای صاحب است. مثلا میگه رب الدار، یعنی صاحب خانه. رب البیت فلیعبدوا رب هذا البیت، شما عبادت بکنین رب هذا البیت. و بیت الله شریف است، نه؟ اینجا صاحب از بیت، صاحب از خانه را هم. دوم به معنای تدبیر کننده هست، تدبیر کننده و تربیت کننده. الرب یطلق فی اللغة على المالک والسید والمدبر والمربی والقیم والمنعم. اینجا در لسان العرب که تألیف علامه ابن منظور است، او میگه که الرب که است، کلمه الرب یطلق فی اللغة علی المالک، بالای کی؟ کسی که مالک باشه. و سید باشه. سید یعنی کسی که قانون میسازه و مردم در قوانین از او اطاعت میکنن. مثلا اونا امو سابق چون قانون امو ملکای خود، خانای خود اطاعت میکنن، او را سید میگفتن. و رب معنای مدبر هست. مدبر یعنی تدبیر کننده. و رب معنای مربی هست، تربیه کننده. و القیم و کسی که اداره کننده هست. و المنعم و کسی که نعمت دهنده هست. این معنای لغوی رب است. اینال در اصطلاح وقتی که ما شما میگیم که در اسماء الله الحسنی نام الرب آمده هست، آل کلمه الرب در نامهای الله سبحانه و تعالی چی معنا میده که ما با او عقیده داشته باشیم؟ الرب هو الذی له صفات الکمال. رب ذاتی هست که دارای صفات کمال هست. یعنی وقتی که میگیم الله رب العالمین است، یعنی ذاتی هست که دارای صفات کمال هست. این صفات کمال چی است؟ من الربوبیت، از ربوبیت، و المالکیت و مالکیت و تصرف. یعنی رب کسی هست که او ربوبیت داره، یعنی افعال بسیار عالی داره که به جلال عظمت از او شایسته هست. و مالکیت و رب ما که است، او مالک ما هست. الحمدلله رب العالمین، یعنی حمد و ثنا و صفت از برای الله که مالک متصرف تمام عالمیان است، تمام جهان. والخلق والخلق و دیگه الله سبحانه و تعالی چی هست؟ والخلق، خلق کردن از صفات از او هست. و سیاده، رب ذاتی هست که خلق میکنه. و رب او ذاتی هست که سیادت داره، یعنی برای ما و شما تشریع و احکام تعیین میکنه. ما و شما در قسمت نام الله سبحانه و تعالی قانون باید نگوییم، به خاطر از اینکه اکثرا قانون و شریعت فرقش اینمی هست که شریعت از جانب الله هست، اما قانون که است غالبا انسان ها میسازن. برای الله شریعت الله گفته میشه، اما بعضی کسا مثلا استعمال میکنن بر شریعت الله هم قانون الله میگن، تو از باب توسع. دیگه مالکیت شد، خلق کردن، سیادت، تدبیر کننده هست، تربیه کننده هست. والذی یستحق ان یعبد. پس اینجا الله سبحانه و تعالی که رب العالمین است، رب در این تعریف چه قسم بیان کرد؟ اول نقطه که در بیان شد که ما و شما باید بفهمیم، الرب هو الذی له صفات الکمال. رب ذاتی هست که صفات کمال داره. صفات کمال داره
ذلكم الله، آیت قرآن سوره انعام آیت 102. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. اینو ببینید در یک آیت قرآن تمام متعارف بسیارش اینجا ذکر شده هست. ذلكم الله ربكم، الله رب شما هست. لا اله الا هو، اول صفت از رب چی هست؟ که معبودی که مستحق عبادت باشه بغیر از اون نیست. دوم خالق کل شیء، خالق تمام مخلوقات است. فاعبدوه، پس او را عبادت بکنین. و هو علی کل شیء وکیل، و بر هر چیز وکیل، حافظ و تدبیر کننده هست. خب دوم گفتیم که من الربوبیت، یعنی از صفات ربوبیت چی است؟ یعنی که الله متعال دارای افعال توحیدی هست، افعال هست که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. علامه محمد ابراهیم حمد چی میگه؟ میگه توحید الله ربوبیت، میگه چی معنی میده؟ میگه توحید الله به افعاله، یعنی که الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بشناسی در افعالش. یعنی الله متعال افعال داره که خاص بر از او هست، با کسی دیگه شایسته نیست. نباید افعال از او را با مخلوق تشبیه بکنیم. الله متعال استوا کرده. چه قسم استوا کرده بر عرش؟ همون قسم که با جلال و عظمت از او شایسته هست. این فعل الله را باید در این قسمت موحد باشی، یکتا پرست باشی. توحید الله فی افعاله، یعنی توحید الله در فعل خلق کردنش، که خلق کردن الله با خلق کردن مخلوق فرق میکنه، تشبیه نکنی. مخلوق عاجز است، بیچاره هست، ناتوان است، یک فعل داره. مثلا اگر میخواد که یک میز بسازه نیاز داره که چوب پیدا بکنه. اگر امو چوب الله برش خلق نکرده باشه، درخت چه قسم میز میسازه؟ ساخته نمیتونه. چکش کار داره، میخ کار داره، وسایل کار داره، ماشین کار داره، ماشینی که ایره عرب بکنه، قطع بکنه. پس الله سبحانه و تعالی که هست فعل داره، خلق کردنش چه قسم است؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الله وقتی که خلق میکنه بناءً او وقتی که امر میکنه کن شو فیکون میشه. نیازی به وسایل و نیازی به چیزهای دیگه نداره. از این خاطر توحید ربوبیت، یعنی وقتی که ما میگیم که الله رب العالمین هست، یعنی ربوبیت مخصوص از او هست. یعنی باید در ربوبیت الله، ای که الله رب العالمین است، موحد باشیم. چه قسم موحد باشیم؟ یعنی افعال الله را مخصوص الله بدانیم که به جلال و عظمت الله شایسته هست، و افعال الله را با افعال مخلوقات تشبیه نکنیم. چرا افعال مخلوقات با افعال الله بسیار فرق میکنه. فعل یک مخلوق عاجز با فعل ذات ذوالجلال بسیار فرق میکنه. فعل الله که از به جلال و عظمت شایسته هست. از این خاطر کسایی که تشبیه میکنن مشکل اعتقادی برشان پیدا میشه. در صفحه اول قرآن اینا چی پیدا میشه برشان؟ مشکل پیدا میشه. الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء. الرب الله هست، رب العالمین الله هست. رب كل شيء، رب تمامی مخلوقات است. ای مالکه و هو وله الربوبیة على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الارباب و مالک الملوک والاملاک. یعنی الله سبحانه و تعالی رب همه چیز است، مالک متصرف مخلوقات خود هست. وله الربوبیة على جميع الخلق، او ربوبیت داره بالای تمام خلق، خالق تمام از اینا هست. لا شریک له، بر از او شریک نیست. و هو رب الارباب، او رب تمام او کسایی را که اونا رب خود گرفته، رب تمام از اونا هست. هر کسی که اونا عبادت میکنه الله رب تمام از اونا هست. اونا مخلوقات هستن لکن متاسفانه نمیشناسن. و مالک الملوک، الله سبحانه و تعالی مالک متصرف از در تمام پادشاه ها. هر جا که پادشاه هست و خود رئیس جمهور میگه و صاحب قدرت میگه، الله رب از او هست. زندگی را الله بر از او داده و مرگ الله سرش نازل میکنه. ندیدین که چقدر پادشاه ها و رئیس جمهور ها هستن که هلاک میشن، میمرن، خدا نجات دادن نمیتونن.
پس الله سبحانه و تعالی مالک الملوک و الاملاک. خب اینال علما چی میگه؟ علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله میگه الرب یقتضی معانی کثیره، میگه رب معناهای زیادی را تقاضا میکنه. چی معنا؟ و هی الملک، یعنی که مالکیت است، و حفظ کننده ما رب ما هست، تدبیر کننده ما رب ما هست، تربیه کننده ما رب ما هست. و تربیه چی هست؟ میگه و هی تبلیغ الشیء کماله بالتدرج، رساندن شیء به کمالش با تدرج است. سوم مالکیت هست. الله سبحانه و تعالی مالک متصرف است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب در روز داخل میکنه، روز در شب داخل میکنه. و سخر الشمس و القمر، ببین مالک متصرف در آفتاب، و سخر الشمس، آفتاب مسخر ساخته، قمر مسخر ساخته. کل یجری لاجل مسمى ذلکم الله ربکم له الملک. اینی الله هست که رب شماست، مخصوص از او هست مالکیت و تصرف. پس چهارم الخلق، خلق کننده. ان الله ربکم، الله ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی رب شما کی هست؟ الله هست که خلق کرده آسمان ها و زمین در 6 روز. علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء، رب او ذاتی هست که کل چیز خلق کرده و متصرف است در تمام از اونا. پنجم و سیاده. سیاده چی رو میگه؟ یعنی سید به معنای کسی که الله سبحانه تعالی سید ذاتی که وقتی بر الله استعمال میکنیم کلمه ذات استعمال میکنیم، میگیم که الله سبحانه و تعالی او ذاتی هست که او صفت تشریع نموده نداره. ذالکم حکم الله یحکم بینکم، الله سبحانه و تعالی وقتی که احکام بیان میکنه باز میگه ذالکم حکم الله یحکم بینکم، این حکم الله هست که الله در بین شما چی میکنه؟ حکم میکنه، براتون میگه که این حلال است، این حرام است، این جایز است، این ناجایز است. نظام اعتقادی این قسم است، نظام اخلاقی این قسم است، نظام عبادت این قسم است، نظام سیاسی این قسم است، نظام اجتماعی این قسم است. این کلش مربوط میشه به چی؟ به این که الله سبحانه و تعالی سید هست. الرب، یکی از علما چه قسم تشریح میکنه؟ میگه که الرب هو السید الملك المتصرف في الامر، رب او سید هست. چی معنی سید است؟ یعنی که کلگی از او اطاعت میکنن در احکامش، تمام کائنات احکامش الله متعال. برای آفتاب این قانون کی این قانون برای آفتاب کی ساخته که تعیین کرده که مثلا آفتاب چه قسم باشه، چقدر وقت کار بکنه و چه قسم مثلا برای انسان ها امو ضروریاتشان انرژی که ضرورت داره برشان برسانه، برای نباتات، برای علمی، کل زنا. پس رب هو سید هست، یعنی که حکم از او در احکام تکوینی و در تشریعی کل اطاعت از او را میکنن. الملك المتصرف فی الامر، او ذاتی هست که ملک متصور هست، یعنی صاحب قدرتی که در تمامی امور متصرف هست. خب علامه شیخ عبدالمجید زندانی رحمه الله چی میگه؟ میگه الرب هو الحاکم المطلق لهذا الكون، میگه الله رب که است، میگه او حاکم مطلق است در این کائنات، در تمام ازنا. در آفتاب حکم کی است؟ حکم الله. در زمین حکم کی هست؟ حکم الله. در سیارات حکم کی است؟ حکم الله. امیال بسیاری انسان ها که بسیار خدا عالم میگیره، بسیاری سیارات روز به روز جدید کشف میکنن. اینا را کی خلق کرده؟ الله. وقتی که مخلوقات مثلا انسان میکروسکوپ لوی پاستور میکروسکوپ ساخت و میکروب کشف کرد، قبل از اینکه به میلیون ها سال دیگه که این میکروب ها وجود داشت، این میکروب های ذره‌بینی را که انسان ها توسط ذره‌بین و توسط میکروسکوپ اینا شناختن، اینا را کی خلق کرد؟ الله سبحانه و تعالی. بناء این عالم چی میگه؟ میگه الرب هو الحاکم المطلق لهذا الكون و هو مالکه
و آمره، این مالک متصرفش است و امر کنندهش است و منشئه، و الله هست که ایره خلق کرده، نشأت یعنی ایره چی کرده؟ ایجاد کرده. و موجهه الواحد الذي لا شریک له، او ذاتی که توجیه میکنه که آفتاب چی کار بکنه، مهتاب چی کار بکنه، وظیفه بحرها چی است، وظیفه انسانها چی است، وظیفه ملائکه چی است. اینمی کلش رب است، الواحد الذي لا شریک له، که واحد و لا شریک هست. از این خاطر دوستای عزیز، وقتی که یهودیا و نصرانیا اشتباه کردن، مثلا یهودیا چی کردن؟ علما داشتن، اونا او را احبار میگفتن، عالم خدا حبر میگفتن، جمع احبار حبر بود. و نصرانیا رهبان داشتن، یعنی پیری که او میرفت ترک دنیا میکرد و در یک جای قرار گوشه میشیشت و عبادت میکرد، او را راهب میگفتن، جمع رهبان است. اینا آهسته آهسته یهود و نصارا چی کردن؟ امی احبار و رهبان خود صلاحیت دادن که بر از اینا قانون بسازن. این الوا کتاب خود میخواندن که مثلا شراب حرام است، یک حبر میگفت که نه شما شراب بنوشین، از او اطاعت میکردن. و یا مثلا الله میگفت که شما ازدواج بکنین، الله میگفت شما ازدواج بکنین. یک راهب، یک پیری که اونا داشتن، نصرانی ها داشتن، ای برشان میگفتن که شما ازدواج نکنین، ترک دنیا کنین، برین در یک غار، در یک مغاره زندگی بکنین و الله را عبادت بکنین. اینا حکم الله را در ازدواج نقض میکردن و به عوضش حکم کی را تطبیق میکردن؟ حکم اینمی راهبن. الله متعال در قرآن عظیمشان گفت که اتخذوا، سوره توبه آیت 30 که شما ببینید که الله متعال میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینی یهود و نصارا چی کردن؟ اینا احبار خدا، علمای خدا چی کردن؟ رب خود قرار دادن. چرا؟ قانون شریعت الله را وقتی اونا تغییر میدادن، اینا چی میکردن؟ از او اطاعت میکردن. پس وقتی که یک کسی را در سجده برش بکنه، او را عبادت کرده، و اگر حکمش ضد حکم الله اطاعت بکنه، بازم او را چی کرده؟ عبادت کرده، او را رب خود گرفته. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار خدا، یهودیا احبار خدا، علمای خدا، و نصرانیا امو پیرهای خود را، امو تارکین دنیای خدا چی کردن؟ ارباب گرفتن. ارباب جمع رب است، یعنی معبودان خود گرفتن، رب خود گرفتن، که بر از اونا صفت ربوبیت الله را دادن. چرا؟ عبادت مخصوص الله هست، عبادت مخصوص رب العالمین هست. وقتی که بر رب ما و شما عبادت میکنیم، این حال اگر اونمو رب، با چه عبادت میکنیم؟ با 6 قسم عباداتی که ما و شما را قبلا خواندیم. این حال در اینجا مثلا احیانا بعضی اوقات انسان است، حتی صحابه، یک صحابی مثلا مفهوم می آیت درست نمیفهمه. چرا؟ نو مسلمان شده یا قبلا کریستیان بوده، نصرانی بوده. مثلا عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، این یک صحابی بسیار جلیل القدر است. لکن عدی رضی الله تعالی عنه میگه که من وقت مسلمان شدم، یعنی نو مسلمان شده بودم، بعضی از مسائل نمیفهمیدم. میگه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم، در گردنم مسلمان بودم، در گردنم صلیب اویزان کرده بودم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صلیب در گردن دید، میگه برای ما گفت که این چی هست که در گردنت انداختی؟ اطرح هذا الوثن، این پوتا از گردنت اوسو پرتون. فوراً میگه من صلیب از گردن گرفتم، اوسو انداختم. فهمیدم که والا برای یک مسلمان اجازه نیست که امون نشانه های مشرکین، نشانه های کسایی که بیدین هستن، اونا را از اهل کتاب، از یهود و نصارا را در گردن خود آویزان بکنن. این را فهمیدم. خب میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات تلاوت کرد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه وقتی که تلاوت کرد، میگه من به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که یا رسول الله، در قرآن الله متعال میگه که یهود و نصارا احبار و رهبان خدا ارباب گرفتن، ما خو اونا را عبادت نمی کردیم. عدی ابن حاتم در اینجا مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که او فکر میکرد که عبادت فقط امی رکوع هست، امی سجده هست.
قانون کسی را اطاعت کردن او خود چی نیست؟ عبادت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش فهمان که نخیر، وقتی که از حکم کسی که ضد حکم الله بر تو حکم میکنه، از قانون کسی که ضد شریعت الله قانون میسازه اطاعت بکنی، این هم چی هسته؟ این هم عبادت کردن هست. او را معبودت قرار دادی. رسول الله صلی الله علیه و سلم عدی بن حاتم میگه از ما پرسان کرد که وقتی که امی احبار و رهبان حلال الله را تغییر میدادن و حرام میساختن، شما از او اطاعت میکردین؟ ما گفتیم که بله هم این کارا میکردیم. اگر اینا حرام الله را حلال میساختن و میگفتن حلال است، شما از او اطاعت میکردین؟ بله میکردیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینمی رب کرداشتن دیدن از اینا هست، اینمی معبود قرار دادن از اینا هست، اینمی عبادت کردن از اینا هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عدی بن حاتم فهمان که عبادت تنها عبادت بدنی نیست که شما تصور میکنید که اگر بر یک کس سجده کردیم ما عبادت از او کردیم، اگر پیش یک کس پیش بت را بر بت رکوع کرد او عبادت از او کرده. اگر از یک مخلوق بنده مقابلش سجده کردی هم عبادت از او کردی، و اگر قانون از او را اطاعت کردی در اونجا هم اونمو را در عبادت الله شریک ساختی. حالا بسیاری کسا هست شرک بدنی را میفهمه، اگر یک کس پیش یک مخلوق بره رکوع بکنه سجده بکنه میگه اوه این شرک آورد. اما اگر انی انسان ببینه که قانون میسازه و از قانون از او انسان اطاعت میکنه، باز او را عبادت قرار نمیده. اون مشکل اساسی اینمی هست که بسیاری کسا در شرک قانونی، در شرک تشریعی داخل میشن. چرا؟ اونا احبار و رهبان چی؟ مثلا حال فعلا عوض احبار و رهبان کی هست؟ پارلمان ها هست، حکومت ها هست. این حکومت ها قوانین میسازن که ضد شریعت الله هست، پارلمان ها قوانین میسازن که ضد شریعت الله هست. این حاله اگر کسی این پارلمان تایید میکنه و بر از این پارلمان رای میده و این قانون ضد شریعت الله میسازه، در حقیقت این پارلمانی که قانون ضد شریعت الله میسازه، این در حقیقت خود معبود ساخته، رب خدا ادعای ربوبیت کردن. این کسایی که از این اطاعت میکنن اینا چی کردن؟ اینمی طاغوتی که ادعای ربوبیت کردن از این عبادت کردن. چه قسم عبادت کردن؟ عبادت تشریعی. عبادت تشریعی متاسفانه چون درسای عقیده در بسیاری از کشورهای مثلا مسلمان که از مثلا این نمیفهمن، از این خاطر بسیاری از دوستای ما در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان میبینن که مثلا قوانینی که مثلا ساخته میشه بسیاری اوقات، مثلا یک وقت در زمان امی کرزی و اشرف غنی کود جزا ساخته بودن. در کود جزا چی بود؟ در کود جزا مثلا به ضد شریعت الله قانون ساخته بودن. این قانون مثلا چی کرده؟ این قانون پارلمان ساخته، این قانون پارلمان تایید کرده، این قانون رئیس جمهور توشیح کرده، امضا کرده و در جریده رسمی برآمده. پیشروی قاضی چی را میماندن؟ پیشروی قاضی میماندن که مثلا اگر یک کسی در مقابل امریکایی جهاد کرده، این جهاد از او چی هستن؟ بعد از 20 سال قید. الله میگفت که فضل الله المجاهدین، الله مجاهدین فضیلت داده. تو باید مجاهد در آغوشت بگیری، او را احترام بکنی، دوست داشته باشی. اینجا داشته بود که اگر کسی مثلا در کود جزای زنا جهاد جرم قرار داده بود، جهاد جرم قرار داده بود، مجاهد تروریست و دهشتگر می نامیدن. این حاله اینجا چی شد؟ کسایی که از این قانون اطاعت میکردن، از این پارلمان اطاعت میکردن، اینا اینمی پارلمان چی خود ساختن؟ ایره ارباب خود ساختن، رب خود قرار دادن، بر از عبادت میکردن. علامه شیخ عبدالمجید زندانی رحمه الله چی میگه؟ میگه لأن الرب هو الذی یأمر و ینهی. رب او ذاتی است که امر میکنه و نهی میکنه. اگر در اوامر، در احکام، در قوانین اطاعت از یک مخلوق کردی، بر از او صفت ربوبیت دادی.
چی احبار باشه، چی رهبان باشه، چی پارلمان باشه، نامها تغییر میکنن. مثلا در وقت مشرکین دارالندوه میگفتن، آل عوض دارالندوه پارلمان ساختن. این حال اگر کسی میره دو پارلمان دو دارالندوه، این طاغوت میگفتن، و کسی که از این دارالندوه اطاعت میکرد این طاغوت بود. حالی کسی که در پارلمان میره این طاغوت میشه، و کسی که از این پارلمان اطاعت میکنه این پیرو طاغوت است. الله متعال وقتی که بر از اونا گفت که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول باید به طاغوت، و طاغوتی که در دارالندوه قانون ضد شریعت الله میسازه، باید اول به او کافر شوی، بعد ایمان به الله بیاری. آل عین اون کلمات فرق میکنن. طاغوت اما طاغوت است، نامش فرق میکنه. یک وقتی به نام دارالندوه بود، یک وقتی به نام مثلا پارلمان فرعون بود، یا که پارلمان امریکا گفته میشه، و یا آل فلان نامهای دیگه. اصلا گپ سر نام نیست، اصلا گپ سر چی است؟ سر ازی که اینمی چه وظیفه دارم. اگر یک مرکز می باشه که او قانون می سازه که ضد شریعت الله هست، نامش هر چی بود، چی دارالندوه بود، چی پارلمان بود، چی کانگرس بود، چی مجلس نقبا بود، چی فلانی نامهای مختلف بود، المهم وقتی که اینمی مرکزی که در اینجا تعداد ششتن و قانون می سازن که او قانون ضد شریعت الله هست، چی مجموعه از افراد باشه، چی یک شخص باشه، یک شخص یک قانون را می سازه که مثلا در مملکت ما شراب نوشیدن چی است؟ حلال است. نمیگه که حلال است، مثلا میگه که شراب نوشیدن در این مملکت جایز است، میتونن مردم شراب بخورن. پس در این صورت این قانون ساخت که این قانونش ضد شریعت الله است. الله میگه تو باید شراب منع کنی اگر مسلمان هستی. این میخزه مثلا توشیح میکنه که شراب مشکل نداره، زنا مشکل نداره، این گناه ها مشکل نداره، برهنگی مشکل نداره، این نداره، امضا میکنه، مور میکنه. این کسی که این قانون ساخت چی هست؟ این طاغوت است، و کسایی که از این پیروی میکنن اونا پیروای طاغوت هستن. در این آیات قرآن داخل میشن که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. و عالم خدا عالم بود، میگه من عالم دین هستم، و رهبان میگه من زاهد هستم، با تقوا هستم، پیر هستم. الله متعال میگه که وقتی که اینمی احبار که ادعای ایمان میکنه این قانون ضد شریعت الله میسازن، اینمی طاغوت شد، و شما او رو رب خود وقتی که از او اطاعت کردین ربتان قرار دادین. یا او پیری که میگه که من زاهد هستم و تقوا دارم و حتی کالا نمیپوشه، حتی غذا نمیخوره و تمام روز روزه میگیره، لکن قانون میسازه ضد شریعت الله و تو از او اطاعت میکنی، او رو چی کردی؟ اینمی او رو رب خود قرار داد. پس اینال اگر دیگرها مثلا یک پادشاهی ای کار میکنه، یک رئیس جمهوری ای کار میکنه، یک پارلمان ای کار میکنه، کانگرس ای کار میکنه، مثلا مجلس شیوخ میگن ای کار میکنه، یا مثلا چی میگن، مثلا سنا میگن، شورا میگن، هر کسی به هر نامی باشه نامش مهم نیست، مهم امو کاری که او میکنه. اگر یک چند نفر جمع میشن و در یک جای قانون میسازن مطابق قرآن عظیم شان، مثلا قرآن عظیم شان گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اینا میخیزن در اینجا میگن که در مملکت ما حکم قرآن است، حکم شریعت الله هست. پس در قانون از این مملکت میرن که چون انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شراب نوشیدن خب حرام است، اینا در قانون میگن که چون شراب حرام است، بنابراین اگر کسی در روشنایی قرآن و در روشنایی سنت اینا میگن اگر بنابراین تجارت قرآن هم حرام هست. این تشریح میکنن. این چی میکنن؟ تشریح میکنن، مثل که فقها این تشریح میکنن، مثلا شرح میکنن، تفسیرش میکنن که وقت شراب حرام است، بنابراین تجارت شراب هم حرام است، فروختن انگور هم برای شراب فروش حرام و ناروا هست، معامله با همین شرکت شراب فروشی این هم حرام است. اینال کل زیده بیان میکنن که کل زیده داخل شد. اینال یا شارحین هستن شرح میکنن یا طاغوت گفته نمیشه. کی طاغوت گفته میشه؟ که میخزه میگه که ما و شما رای گیری میکنیم آیا شراب حلال است یا حرام است.
خب شراب الله حرام کرده، نه ما میخواهیم که امیر حلال و حرام بکنیم. اینال اگر کسی باز این قانون جور میکنه که حتی میگه که شراب ما نظر به فیصله پارلمان در این مملکت شراب حرام است، اینال این پارلمان طاغوتی هست. چرا او شریعت اساس قرار نداد، او آمد گفت که ما فیصله کردیم که شراب خوب کار نیست. میشه یک پارلمان کفری باشه و بگوید که شراب ناروا هست در این مملکت. آیا این پارلمان درست است؟ نیست. به خاطر اینکه او به اساس اطاعت الله شراب حرام نگفت، به اساس امر رأیی که مردم دادن. پس بسیار متوجه باشین دوستای عزیز، الله ذاتی است که او سید هست و او مشرع هست و اگر کسی مخالفت از او را میکنه، او کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه او طاغوت است و کسایی که باز از او پیروی میکنن اونا را عبادت کردن و اینا پیروا و عبادت کننده های طواغیت گفته میشن. ششم و تدبیر، دیگه الله سبحانه و تعالی که رب هست، ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر. متوجه هستن؟ اینجا رب معرفی میکنه که رب تدبیر کننده امور هست. اینال امور ای کائنات کی تدبیر میکنه؟ الله متعال تدبیر میکنه. مثلا اینمی جهان افغانستان کی نگاه میکنه؟ الله. تاجیکستان کی نگاه میکنه؟ الله. دوشنبه کی نگاه میکنه؟ الله. مزار و کابل کی نگاه میکنه؟ الله. تدبیر کننده از کی است؟ الله هست. اینال تدبیر کننده قارات جهان، آسیا، اروپا، افریقا، انتارکتیکا، استرالیا، یاره کی نگاه میکنه؟ الله. آسمان تدبیر کنندهش کی است؟ الله هست. اینمی قسم باید انسان عقیده داشته باشه که ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه. الله متعال میگه که اینمی رب شما تدبیر کننده هست و شما عبادت بکنین. دیگه الله متعال تربیت کننده هست. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ببینن وقتی که فرعون از موسی علیه السلام پرسان کرد که قال فمن ربكما یا موسی، ربتان کی هست ای موسی؟ قال موسی علیه السلام گفت ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. رب ما او ذاتی هست که کل مخلوقات خلق کرد، ثم هدى باز را هدایت کرد، او را تربیه کرد. علامه ابن ابوالعز حنفی رحمه الله در معنای تربیه چی میگه؟ میگه و تربیت و هی تبلیغ شیء کماله بالتدریج. تربیه چی است؟ کمال شیء به تدریج است. اصلا دو قسم تربیه هست، متوجه هستین؟ یکی تربیه خلقت است که الله متعال اول خلق میکنه. دوم تربیه تشریعی تعلیمی هست. الله متعال اول بنده های خود خلق میکنه، اینا را تربیه میکنه در داخل رحم مادر. خلقت از این مثلا مرحله مضغه و مثلا خون میباشه و مضغه و علقوی تا بالاخره که انسان. این خلقت انسان است. یعنی یک من حیث یک انسان چشم برای ما و شما خلق کرده، مغز برای ما خلق کرده، سر برای ما خلق کرده، دست برای ما خلق کرده. این کل نعمت های الله هست. بنابراین ما را الله تربیه کرده، تربیه خلقت. دوم قسم تربیه چی هست؟ تربیه تشریعی تعلیمی هست که الله متعال با این کلام ما را تربیه کرده. کسایی که قرآن قبول ندارن ببینید بسیار بی تربیه هستن، اخلاق ندارن، مثلا آداب ندارن. اگه کسشان بحث بکنی، حتی وقتی که درس میدن در اون درسش هم سعی کنی که هزارها کلمات زشت، اگر یک برنامه یک نطاق است، یک گوینده است. اما تربیه که الله میده ما و شما را، عقیده ما را جور میکنه، فکر ما را جور میکنه، اخلاق ما را جور میکنه، حتی عفت زبان ما را جور میکنه که باید در خدمت زبان خود هم بسیار محتاط باشیم. علامه آل سعدی چی میگه؟ میگه الرب هو مربی جمیع العالمین بكل انواع التربیه. الله تربیه کننده مخلوقات است از تمامی عالمیان با تمامی انواع تربیت. و اما تربیت الخاصه، یکی تربیه عام شد که کل تربیه میکنه خلقت است. یکی تربیه دوم قسم خاص است لانبیائه و اولیائه. این تربیه چی است؟ تربیه اولیاء و انبیاء و اولیاء است کنار الله متعال تربیه خاص میکنه. پس ما و شما را الله متعال ما و شما را جمله اولیاء و دوستای خود بگردانه
کی تربیه میکنه؟ الله متعال. از نگاه اعتقادی، از نگاه عبادات، از نگاه نظام سیاسی، از نگاه نظام اخلاقی، از نگاه نظام مالی، از نگاه نظام تشریعی، از نگاه نظام تعلیمی، تمام از این الله متعال میکنه. ششم، والذی یستحق ان یعبد، دیگه رب کی هست؟ ذات هست که مستحق عبادت است. ان هذه امتکم امه واحده، ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. الله متعال میگه و انا ربکم فاعبدون، من رب شما هستم پس مرا عبادت بکنین. علامت طبری رحمه الله در تفسیرش چی میگه؟ میگه ان ربکم الذی له عبادت کل شیء ولا تنبغي العبادة الا له. رب ذات هست که تمام عبادت ها بر از او میشه و عبادت به غیر از او نمیشه. چه عبادت بدنی باشه، چه مالی باشه، چه تشریعی باشه، چه زبانی باشه، چه قلبی باشه، چه فکری باشه، تمام از اونا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.